او تو کدام وقت هم شده که گرسنه خواب کرده باشین؟ یک روز نه، 2 روز نه، 4 روز 5 روز گوشت آباد. حیران به دربار خدا مانده باشیم. خدایش کسی بی سرپرست نکنه، بی بچه نکنه باشیم. حیران هستم چطور کنم. و زمستان چیزی نخریدین؟ خرچ زمستان حالی نان نداری زمستان خوبان، حالی گوشت نمانده، حالی بی گاز و بی هر چیز مانده زمستان خوبان. 10 11 12 13. چطور هستی؟ خوب هستی جان؟ نامتان چیست؟ نصیر احمد. نصیر جان، چشمای تیت نمیبینه؟ نه چشمم نمیبینه. خانه کجاست؟ خانه ما در قمری. چند نفر هستین در فامیل؟ در فامیل 6 نفر. 6 نفر هستین؟ بله. خب کس نانآور هست در خانه؟ وضعیت اقتصادی غیر خدا دیگه هیچ کس نداره. یک خودم هستم، بیادرم شهید شد، موتر زدش، دیگه هیچ کس نداره. یعنی وضعیت اقتصادیتون چطور است؟ کی کمک من چی میخورین؟ هیچ چیز اگر کسی کمک کنه میخویم. روز ما این از بگرم این طرف پیاده آمدیم، این حالی اونجا یک نفر 20 ببر دختره کنده دست داد، یک ذره گر دادش و نموره در میرا گرفتیم آمدیم. این دختره که است؟ این دختره کم است. ماشاءالله. نامه که چیست خندوله؟ سحر جان. چشمایش میبینه از اینا؟ خب مشکل نداره چشما؟ از این کم مشکل داره، مردم میگه داره، خب ما نمیبینم که چی مشکل داره. ماشاءالله چقدر دخترک مقبول. دیشب چی خوردین یادتان است؟ دیشب شوله خوردیم. شوله؟ او تو کدام وقت هم شده که گرسنه خواب کرده باشین؟ یک روز نه، 2 روز نه، 4 روز 5 روز گوشت آباد. گریه نکن. کاش که یک روز بی بود آدم تیر میکرد. وقتی که ما خود تیر میکنیم، وقتی که گریان میکنه، نان میتل به آمی، هر چیز میتل. سرجان چه گریه میکنی؟ بچه کس دیگه نداره؟ بچه کلان کارگر باشه؟ بچه کلان ندارم، ریزه است، اقوام است، شمایی بس او را نمیبینه. با زمستان چیزی نخریدین؟ خرچ زمستان حالی نان نداری زمستان خوبان، حالی گوشت نمانده، حالی بی گاز و بی هر چیز مانده زمستان خوبان. پلاستیکا جمع میکنه تا دیگدان اگر چیز چای مای کنیم میخوریم، اگر دیگه چیز یکان شوله موله کنیم. سرجان حساب کده میتونی؟ تا چند حساب میتونی؟ من حساب نمیکنم. ایت نمیتونی حساب کنی؟ خب خیلی باش، ما برات نیوقع حساب نیتونه دیگه. اینی را ما میتونم خب ببینیم که حساب کنه. این را واس که سرجان وازش کو ببین داخلش ببین که چی است. این داخلش است. ببین چی است داخلش. بکش. چی است؟ خب بکش دیگه. چرا گریه میکنی؟ از خوشی شاید گریه. از خوشی؟ بگیرین شما حساب کنین انشاءالله. 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 دانه است. 14 دانه است. 14 دانه 520 چند میشه؟ 7000. 7000. انشالله یک ماه مشکل تا حل میشه. خیر ببینید، خداوند قصد خوب کنید، خداوند جنت نصیب تان کنه، خداوند دنیای تان و دنیای تان و دنیای تان بازار رقم بالا نگاه تان کنه که کل مسلمانای افغانستان. کار خانه مثلا چی کار میکنین؟ لباسشویی؟ بالاشویی، قالنشویی، اولو خانه جارو کردن بچیم. چند سال هستین شما؟ ما بچیم من 50 سال هستم. برتان مشکل نیست که در این سن سال مثلا؟ مجبور هستم بچیم، بچه ندارم. شویم 7 سال میشه فوت کرد. یک بیادر داشتم که مادرم یک جای شهید شدن. این گلان ما دست غم گریان کرده در عملیات برابر از 2 تا دخترکای یتیم هستن بچیم. به خدا قرآن امیال در خانه یک براغر وارد باشه، یا چای باشه، یا بوره باشه، یا روغن باشه. این بچیم اینجا یک شتیم کدام میم کار خانگی برم بته، کار خانه هم نیست بچیم. گفتین سرپرست فامیل ندارم؟ سرپرست فامیل ندارم بچیم. تا دخترایم از اینم خودم هستم، در خیمه زندگی میکنم من اینجا. حیران به دربار خدا مانده بچیم. خدایش کسی بی سرپرست نکنه، بی بچه نکنه بچیم. حیران هستم چطور کنم.
نه خاله جان گریه نکن، خدا مشکلات من حل کنه. گلونه میزد عملیات برابر پوندیده دست شب و روز گریان بچه. دمی مدت چی کسای کمک تون کرده؟ چطور شب روزم میگذرونین؟ هیچ کس کمک نکرده بچه. هیچ کس اینم کدام جای کالاشویی پیدا میشه کالا میشویم یا قانونشویی پیدا شه، او هم در 10 روز 15 روز اگه اون جای پیدا شه. یک 5-6 هزار در یک ماه مصرف داره فهمید؟ مثلا در دستم نامده اینه میگه از نام باید جمع کرده میبرم بشه. بگی خال جان ایره حساب کو. ای حساب کنین ایره. حساب کو بچه. ما ایران با درباره. سکنن این 14 تا 500 چند میشه؟ 14 تا چند میشه؟ 7000 نه؟ 14 تا 500. نه مشکل تا ان شاء الله حل میکنه. بگیرین خاله جان. جور خوب باشی بچه. جور خوب باشی که خدا در جوانیت برکت بده. الله نگهبانتان باشه. خدا نگهبان کل مسلمان. با خیر استفاده کنید. خدا در جوانیت. حال خوش هستی؟ بچه‌م تو خوش نیستم. خدا در جوانیت برکت. مشکلاتتان باز حل میشه؟ روز چند تا میفروشی؟ روز 5 تا 6 تا میفروشیم 100 روپیه، یک نیم ساعت میشه. 5 تا 6 تا؟ میشه باز مشکلتان حل؟ دیشب چی خوردیم؟ دیشب دیگه لوبیا؟ تو کدام وقت هم شده گوشت نخواب کرده باشی؟ چطور نشده دیگه، هر حال شکر خدا. چند نفر زنده فامیل؟ در فامیل 8 نفر. 8 نفر. دستکت چی شده؟ دیگه کراچی گوش شد. وای ایره خودت بسته کردی؟ نه ایره خودم بسته کردیم. خرج فامیلتان دیگه شاید در یک ماه یک 5000 6000 شوه. 5000 6000 دیگه میشه که کرایه خانه گاز و چیز. خواه چند دانه از بشکه کاست؟ 6 تا از 60 روپیه است، 4 تا از 80 10 دانه؟ 10 دانه. خواه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اولین کار که میکنی میفهمی چی از بای پیسه؟ یک بر شفاخانه درست پاسمان کرد. درست است؟ درسته. آفرین. خیر ببینی. خب دوستان عزیز ما سپاسگزاری میکنیم از خواهرکای عزیزمون ادا جان و امتا جان که از ایالات متحده آمریکا بابت اسپانسر برنامه امروز پول فرستاده بودن و ما هم در میان مستحقین را تقسیم کردیم. پروردگار جهان در پرونده نامه اعمال خیری ناناشته کنه. روی صفحات لینک ها مشاهده میکنین و همچنان شماره تماس در خدمت شما است. شماره واتساپ هم در خدمتتان است. ان شاء الله شما میتونید از طریق با ما تماس بگیرید. ما در کمال امانتداری این رسالت و وظیفه را اجرا میکنیم. یک بار دیگه از خواهرکای عزیز ما ادا جان و امتا جان سپاسگزاری میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.